چرا هنگامی که مردان و زنان اهل ایمان این تهمت بزرگ را شنیدند خوشبینانه برخورد نکردند و نگفتند که این فقط یک تهمت آشکار است؟ و چرا 4 شاهد عادل برای اثبات ادعای خود نیاوردند؟ بدانید اگر شاهدان عادل را نیاورند همه آنها نزد خدا دروغگو هستند. کسانی که زنان پاک دامن و مؤمنه و بیخبر از گناه را تهمت زنا میزنند هم در دنیا و هم در آخرت گرفتار نفرینند و عذابی بزرگ برایشان مهیاست. روزی که زبان و دستها و پاهایشان بر ضد آنها نسبت به عملکردشان شهادت میدهند، در آن روز خداوند کیفر دستاوردشان را به تمامی خواهد داد و خواهند فهمید که خداوند حق آشکار است. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و سرنوشت همه حضور به نزد اوست. آیا نمی بینی که خداوند ابرهایی را به آرامی حرکت می دهد و به هم می رساند و توده‌ای ابر متراکم تشکیل می دهد؟ آنگاه باران را می بینی که از میان آن می بارد و نیز از آسمان و کوههای سر به فلک کشیده در آن تگرگی می فرستد تا بر هر کس صلاح بداند ببارد و از هر کس صلاح بداند باز دارد، حالان که روشنی برقش نزدیک است قدرت دیدش را از بین ببرد. ای همه کسانی که به حقایق ایمان آورده ای، پا جای پای شیطان مگذارید. هر کس از راه او تبعیت کند بداند که شیطان فقط امر به زشتکاری و منکر می کند. اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود هیچ کدام از شما هرگز روی پاکیزگی و طهارت را نمیدید، اما خدا هر کس را صلاح بداند پاکیزه میگرداند و خدا شنوا و آگاه است. آنها که دارای مال و وسعت رزق و روزی هستند نباید قسم بخورند که به خویشاوندان و مساکین و مهاجران راه خدا چیزی نمیدهیم، بلکه باید ببخشند و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید خدا نیز از گناهان شما درگذرد؟ بدانید که خداوند آمرزنده و باگذشت است. هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و خدا ترس باشد و حرمت اوامر او را نگاه دارد، بیشک اینان پیروز و رستگارند. قسمهای سخت و بزرگی به خدا میخورند که اگر به آنها دستور دهی خانه و کاشانه را ترک کنند و سراپا تسلیم شوند بگو لازم نیست قسم بخورید. طاعتی خالصانه داشته باشید، زیرا خداوند از عملکردتان آگاه است. خداوند شب و روز را به گردش در می آورد و در این عبرتی برای صاحب نظران است. این خداست که هر جنبنده ای را از آب آفرید و اکنون بعضی از آنها بر شکم خود می خزند و بعضی روی 2 پای خود راه می روند و برخی بر 4 پا. خداوند آنچه بخواهد خلق می کند، زیرا بر هر کاری تواناست. مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنها را از یاد خدا و اقامه نماز و پرداخت زکات غافل نمی کند و همواره از روزی که قلبها و دیدگان در آن دگرگون شود بیمناکند، تا خداوند بزرگ بهتر و افزونتر از عملکردشان عطا فرماید، بلکه از فضل و کرمش بر آن بیفزاید. بدانید خداوند هر که را صلاح بداند بی هیچ حسابی روزی میدهد. ای اهل ایمان، خدمتگزاران شما و نیز آنان که هنوز به بلوغ نرسیدند در 3 نوبت برای وارد شدن بر شما اجازه بگیرند. یکی پیش از نماز صبح، دیگری در نیم روز هنگامی که لباس بیرون از خانه را از تن بیرون می‌آورید و سوم بعد از نماز عشا. اما غیر از این 3 وقت که وقتهای خصوصی شماست باکی بر شما و آنها نیست اگر بدون اجازه بر شما وارد شوند. نسبت به یکدیگر توجه داشته باشید، خدمت یکدیگر کنید
بدانید که خداوند آیاتش را این چنین برای شما بیان می کند و خدا آگاه و حکیم است. و نماز را به جا آورید و زکات را پرداخت نمایید و از پیامبر اطاعت کنید، امید آنکه مشمول رحمت شوید. مپندار که کافران راه گریزی در زمین خواهند داشت. آنها جایگاهشان آتش است و چه بد سرنوشتی است آتش. الف لام میم را. اینها آیات کتابی است که به حق از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، هرچند اکثر مردم باور ندارند. الله خدایی است که آسمانها را آنچنان که می‌بینید بدون هیچ ستونی بنا کرد، سپس به فرمانروایی پرداخت و خورشید و ماه را تا زمانی معین در مدار خودشان به حرکت واداشت. تمام امور را تدبیر می‌کند و آیات و نشانه ها را شرح می‌دهد، شاید به دیدار پروردگارتان یقین پیدا کنید. چه سخنی را کتمان کنید و چه بر زبان آرید برای او یکسان است. همچنین است اگر کسی به طور مخفیانه در شب حرکت کند و یا در روز روشن. هر کس در آسمان ها و زمین است، چه بخواهد چه نخواهد در حال سجده الله است. حتی سایه هایشان در هر صبح و شام به سجده می رود. آیا ما سینه تو را گشاده نکردیم، از ظرفیتت را بالا نبردیم و بار سنگینت را بر نداشتیم، همان باری که بر پشتت سنگینی می کرد؟ آیا تو را شهره آفاق نکردیم، بدان که با هر سختی آسانی وجود دارد. حقیقتاً از پی هر سختی آسانی وجود دارد. پس هنگامی که از کاری فارغ شدی، به کار نیک دیگری بپرداز و با اشتیاق به سوی پروردگارت روی آور. اگر قرار بود قرآنی کوهها را به جنبش وادارد و زمین را از عظمت خود پاره پاره کند و مردگان را به سخن وادارد، جز این قرآن نبود. همه امور به دست خداست. آیا اهل ایمان نمی‌دانند که اگر خدا می‌خواست همه مردم را به اجبار هدایت می‌کرد؟ پیوسته به آنها که حقایق را انکار می‌کنند به خاطر عملکردشان مصائب سختی وارد می‌شود و یا این مصائب به نزدیکی خانه‌هایشان فرود می‌آید و این روند ادامه دارد تا زمانی که وعده الهی فرا رسد و خداوند هیچگاه از وعده خود تخلف نمی‌کند. بدان که پیامبران قبل از تو نیز تمسخر می‌شدند. به منکران حقیقت مهلت دادم، سپس گریبان آنها را گرفتم و چه سخت بود مجازات من. چگونه می شود پدید آورنده زمین و آسمان ها فرزندی داشته باشد در حالی که همسری نداشته است؟ بدانید که او همه چیز را خلق کرده و به همه چیز آگاه است. این چنین است الله پروردگار شما، هیچ معبودی جز او نیست، خالق همه چیز است. پس او را پرستش کنید و بنده او باشید، زیرا او حافظ و نگهبان همه مخلوقات است.